وایستاده. نصف شبی کجا محمد؟ میدون اعیان پیاده میشم، میرم خونه. عسکر باهاته؟ آره بابا، برو بالا خیز شدی. این بارون موسمی هم بارو پا کلافه کرده. هم ماشین واسه تو اونجوری در رو ترمز بگی بشین. ما داریم میریم گردک. سیامو در آوردم میبینی؟ از مرگ اون 10 روزم نگذشته. چشمم گذشته، واسه من نگذشته. دیشب اومد تو خوابم میگفت گریه کردن و سیاه پوشیدن کار خالص زنکاست. مرد باید تقاص بگیره. من تقاص این دختر بیچاره رو که بی‌سیرتش کردی و باعث خودکشی شدی امشب ازت میگیرم. بابا والا به دینت، به مذهبت، به هر چی که بهش عقیده داری، اگه دست من به دست اون دختر خورده باشه من میدونستم اون شیرینی خورده تو بوده. دیوونگی نکن ماما. راننده عجب حال و هوایی داشتی یا بیایی. ولی چه زود نیامد رفتیم. خبری نشد؟ نه. به حسین تلگراف زدن که حال مادرش خوب نیست، پاشه بیاد. بیچاره هنوز نمیدونه داشتش جوون مرگ شده. حسین عاشق داشتش بود،
من که میگم داوود میدونه اسخر کجا قایم شده. اونا نون و آبشون از یک کاسه میخوردن. مثلا اونم عزاداره. حسین اول میره سراغ اون. به سلام. خیلی ممنون. اون با حسین رفیقه. ای بابا، آدمی که داغ برادر دیده دوست و دشمن سرش نمیشه. اگه وایسن تو رو هم دیگه چی؟ آشوراست. ایشالا غم آخرتون باشه احمد آقا. امروز فردا حسین آقا پیداش میشه آقا داوود. قدمش رو چشم بیاد. ما نوکر حسین آقایی. اون بیاد پی اسخر میگرده. همه میگن شما میدونید اسخر کجاست. حسین و اسخر هر دو رفیقن. هر کاری از دستم بر بیاد واسه جفتشون میکنم. خداحافظ شما. سلام داوود. چه خبر؟ چیه داوود؟ چه خبر شده؟ هیچی. همه فهمیدن کار توه. دارن زمین زمونم دنبالت میگردن. آقا از کجا فهمیدن؟ به مرگ خودت نصف شبی اونجا پرنده پر نمیزن. قسم بی خود نخور مرگ بابا. اونا دارن شاهد علکی درست میکنن. ولمون کن بابا، اصلا شاهد علکی. خیال میکنی سریال تلویزیونه؟ چیه؟ میخوای پری میسون شاهد قتل باشه؟ همون یارو شوفرت که محمد وسط را سوار کرده یه سر صداهای شناخته بوده، ولی چون شنگول بوده فکر کرده دارین شوخی میکنین. عدالت رفته شهادت داده که محمد سوار کرده. بگو بابا این نامرده. تازه خبر خوشترم برات دارم. آره بچه، آره. امروز فردا حسین آقام واسه تقاص خون داشش میاد تهرون. من فقط عزای اونو گرفتم. بذار بیا، فکرشم نکن بچه. هر چی باید بشه شده. حالا باید به فکر یه جایی باشیم که یه چند روزی قایم بشی تا آبا از آسیاب بیفته. من دو جا رو فکر کردم، یکی جبه‌سازی حسن موشه، یکم خونه آقا مینا. آقا میگه نمیدونی چه حرفایی میزنه پسر. میگه تا آدم حسابی نشم و سر یه کار نرم تو خونه رام نمیده. حالا تو چی میگی؟ با تو هم اسخر. حسین یعنی همه تهران داوود. اون تو هر محل 10 تا نوچه داره. وقتی اون دنبالم میگرده یعنی همه تهران دنبالم میگردن. کارم تمومه داوود. من هیچ کس ندارم. من هیچ چرا ندارم داوود. خودم نوکرتم اسخر. خودم همه کستم. حسین که ساله اگه دنیا هم جمع بشن. یواشش کن تخم سر. بلند تو برو ببین کیه. دخترم من باید بیام نترسی. لازم نکرده. آقا
داووده. سلام، چطوری؟ سلام. آقا جونم هست دخترمو؟ چیه مری؟ چرا وایسادی؟ ببخشید آقا داوود. بله عمو جونم هستن. مری؟ چیزی شده مری؟ نه آقا داوود، هیچی. ماشاءالله سوگلی خونمون بزرگ شده. همین روزهاست که باید واسش دست بالا کنی. کی بود؟ داووده. جون مهری چیزی بهش نگی، حتما اومده منو ببینه. سلام علیکم. سلام ننه. ایشالا ماشاءالله که بهتری. الهی قربونت برم خدا ننه. فدات. خب چطوری خانم جون؟ حال احوال؟ چه حال احوالی ننه؟ خودت که میبینی همش باید دوا بخورم و ای درمون. بابا ول کن زلفشو، روزگار دیگه. چه میشه کرد؟ شما چطورین آقا جون؟ ما باید چیکار کنیم تا شما دور این خونه رو خط بکشین آقا؟ شفی تو حرف نزن زن، تو حرف نزن، بذار من قرمدنگ وضعم رو بفهمم. چه وضعی آقا جون؟ مگه چی شده؟ چی میخوای بشه؟ آخه من چقدر باید از دست تو بکشم؟ تو اداره شدم گاو پیشونی سفید. همه میدونن پسرم لات و چاقو کشه، همه میدونن قمارباز و کلاورداره. نه یا تو این خونه آقا، نه یا بذار زندگیمونو بکنیم. بذار این لقمونون خالی و خیال راحت از جلومون پایین بره. من نمیخوام این 2-3 ماه یه دفعه بیاد. من از کجا بدونم الان نیم کیلو تریاک تو جیبش نیست؟ اگه بریزن تو خونه و این لامصبو بگیرن که اون وقت این کندرغاز آب باریکه اداره هم رومون میبندن. تو اصلا روز شب میفهمی؟ از بس سقت سیاه و نفوس بد میزنی. بچم اومده اینجا منو ببینه. نمیخوام بیاد خانم، نمیخوام. تا آدم حسابی نشه و سر کار درست و با آبرو نره نمیخوام بیاد. تو رو خدا نگاش کن، آدمای عین تو 3 تا توله دنبالشون بابا میکنه و یه خونوار رو خرج میدن. اون وقت تو هنوز دنبال یللی تللی ما شدیم مایه آبروریزی. خودم هم خسته شدم آقا جون. خودم هم از یللی تللی خسته شدم. میخوام برم سر کار تو چاپخونه. تازش اگه شما موافق باشی یه 5-6 ماه دیگه چیز میکنم. این مهری هم عقدش میکنم. وای الهی قربون قدت برم مادر. مهری نه، من نمیخوام بهش کسی حرف بزنه. بابای خدا بیامرزش وصیت کرده اون زن کارمند دولت بشه. اگه کار دولتی گیر آوردی یه چیزی، وگرنه فتیله مهری رو از گوشت بکش بیرون. نوکرتم آقا جون. میرم تو چاپخونه دولتی، یه جا که صاحبش دولت باشه. بیا اصغر بیا. کجایی بابا؟ من که نصف جون شدم. بیا تو. دراز کفشتو دراز. آروم. همه که بیدارم. چی کار کنم؟ سرپاشون بگیرم بعدشم بزنم تو سرشون بخوابن؟ تلویزیون لامصب نمیبینه بابا. حالا کفرمو در میاره با چیه؟ ناراحتی امشب برم تو کلانتری بخوابم. بیا بابا جون، اینقدر بونه علکی نگیر. بیا بیا. باش. چی شد؟ مثل که یه چیز رفت تو پا. چرا مواظب خودت نیستی؟ مگه کوری؟ جلو پاتو نگاه کن. ببین نصف شبی چطوری مردی؟ برو بابا. بیا. بلند نکن. بیدار بخواب. کفشامو میپوشم. دردم میری چیزی بره تو پا. نکنه نبینم.
جای تو اینجاست. 3-4 روز باید اینکه بمونی تا اون وقتی که من بتونم یه پولی جور کنم و یه راهی پیدا کنم بفرستمت بری اونور مرز. تو خونه کسی نمیدونه من اینجا؟ به منم گفتم اون ترتیب شام و نهارتو میده. من دیگه میرم. داوود چیه؟ اگه چیز داشتم چی؟ چیز چیه؟ دست با این پا اون پا کن خودش رد میشه. از پلای پشت در میری بالا پشتمون. دیگه کاری نداری؟ نه. خوب جوانی بود. خدا بهش صبر اصغر رو پیدا کردیم؟ پیداش میکنیم اصلا زیر سنگم برا پیداش میکنیم. میخوام بدونش دست خودم. چی گفتی؟ مرد که زنمو بیا جلو. دوست داووده، حتماً تمام جونتو لخت و اور دیده.
بالاست تو انباری. دیشب داوود آوردتش، 2-3 روز اینجاست. من که عاجزم، تو باید بهش برسی و واسه شاب و نهار ببری. من بستم رو اتوبوس بنز 30 تومن. من بستم رو بویوک نه بویوکون داره، بستم رو پیکان 35 تومن. بستم با جافتتون رو پجا. اگه این دفعه داوود ببره کفری میشم. حسنی پارسال چجوری در رفت افغان؟ میگفتن تو فراریش دادی. من نه من فقط آدماشو دیدم. چیه میخوای دری؟ نه همینجوری بعد میسادم بدونه یه وقت به درد میکنه. چرا به این کار محمود سیاست؟ پاتوقش تو بیلیارده، بخوای دری واسه درست میکنه. رسیدم ماشینه، هر کی با دستخوش ما برسه. شخص اقبال ما ببینیم چی میشه. از اینجا شروع شد. هست که مال ما 4. بنز تو 4. پیکان ما خوب. بعد پژو جون پجه حاجی 10. فعلا که تو بردی از بود. پیکان حاجی تو 8-3-11. پیکان حاجی 11. رد کنی پول بینید. بازم که ما باختیم بابا. البته نشد ما تو ببریم، همش باز ما میبریم. رد کن نگرانم ما اینو دست خوش ما هم برسه آقا دامون. دست خوش تو سگ خور. خوش اومد. پول نهار امروزمون نهار موندیم. خب سنمون شما کی هستی؟ مگه شما دوست داوود آقا نیستی؟ چرا؟ من داشتم واسهتون صبونه می آوردم. زنمون گفت که شما اینجایین. کسی نیاد بالا؟ نه کسی نمیاد. نگاه همش هم شکست. تقصیر من بود که یه حوصلتون کردم. ببخشید. خدا ببخشید. تقصیر خود من بود که ترسیدم. منم جای شما بودم میترسیدم. یه وقت پابرنه اینجاها را نرینا، باید بیام خورده شیشه ها رو جارو کنم. چشم. بازم ببخشید. شارم سردین تو خودتان با من میایی یا من بیام خرجش 2-3 هزار تومن بیشتر میشه، ولی اونطوری از همینجا میسپرم دست شوفره که گفتم تا با کامیون ببرت دم مرز، همونجا معرفیت میکنم، یا اگرم نکنه از راهی که خودش بلده نصف شب میبرت دم مرز. اون وقت پری پرنده قفس آزاد میشه دیگه، اون بر خط با خودت که درنگ باشی تو تله نیفته. علیکم. محمود جلو حسین نمیخوام. السلام علیکم حسین آقا. سلام. نوکرتم. چاکرتم. ایشالا غم آخرت باشه حسین جون. خدا نصیبت نکن. عجب این برا
تو بیلیاردو خیلی وقت پیش گذاشته بودی کنار؟ خیلی کارا رو گذاشته بودم کنار که دوباره باز شروع. منتها اینجا اومدم دنبال تو. نوکرتم. اسقرم. ازش بگذر حسین. اون خیلی بی تقصیره. اون شب خود محمد رفته بوده سراغ او. تو میدونی الان اسقر کجاست؟ نه خبر ندارم، ولی تازه اگه بدونم تو میگی باید بگم. رسم رفاقت اینه. منم رفیقتم. اون موقع که تازه فهمیده بودی زامندار کیه، چوب بیلیارد گرفته بودی دست تو کلت پرباد بود، کی واسد میلونو درست کرد؟ کی پشتیبانت بود؟ خب حالا من همون حسینم. نمیخوام رفاقتم با کسی آلوده بشه، وگرنه هنوزم میتونم چوب بیلیارد از هر کی بخوام پس بگیرم و تیغه زامندارشم بشکنم. منتها نمیخوام کار به اینجا بکشه. اسقر هر جا هست دستشو بذار تو دست من. شاره نه واگا به راست نه. جون خوشت اومد؟ جون خوشت اومد؟ که سرشو گوش تا گوش ببری. اون به خودم مربوطه. پس همه چیش به خودت مربوط باشه. از من چیزی نخواه، من نمیدونم کجاست. دروغ میگه حسین آقا، بذار مغارش بیاریم. کیو مغار بیاری؟ تو را منو میگه آرام وایس سر جان. مغار بیاری تا چونه تو بقا من که چیزی نگفتم. مغار بیارم. دارود همین؟ کی رو همین؟ یعنی که دیگه دست بزن پیدا کردی و خدا رو بنده نیستی. تو روی من وایستدی، رفیقم رو زدی. نمیگم اسقر کجاست. رفیق تو زدم چون پر رو بود. اسقرم نمیگم کجاست چون نمیدونم. تو روی تو هم وای نستادم چون تو روی من وای نستادی. بس وایسا، چون دیگه از این به بعد من این ور خطم، تو هم اون ور خط. امتثال تنها ماشینی در دنیا که با دستگاه کامپیوتر تحول و طولهای دانتل می‌بافد. از کودکان 7 ساله تو از کجا میدونی؟ شاید داوودم از تو خوشش میاد. بلش کن، حرفشم نزن. آخه چرا؟ تو الان 1 سال شب و روزت با خیال داوود یکی شده. داوود از زبونت نمیافته. خب حالا که خدا خواسته اونم برگشته تو این خونه، یه کاری بکن دیگه. چی کار کنم؟ من اصلا اونو میبینم هول میشم. حرف سادم رو نمیتونم درست بزنم. تمام تنم عرق میکنه. اینطوری چی کار میتونم بکنم؟ آقا داوود، زنم اون موضوع رو به من گفت. به کسی نگفتی که؟ مگه بچم؟ من دیگه بزرگ شدم آقا داوود. 1000 ماشاءالله، اینو که میدونم. منتها من تو همه دنیا فقط این یه رفیق دارم. اون واسه من خیلی عزیزه. حالا شام خورده؟ وقت نشده براش ببرم. داوود اومدم آقا جون. تو برو برا شام ببر، منم سر اینا رو گرم میکنم. برو مری جون، برو. مری خوب شامو گرم کنی ها، میخوام دهنم بسوزه. سلام علیکم. سلام خانم. ننی جون، نشناختی؟ دختر بهجت خانم همسایمونه ننی. ماشاءالله چه بزرگ شده. بفرمایید خسته میشین سرپا. با اجازه آقا جان.
خب از کارت راضی هستی؟ آره آقا جون، ولی خب کار چاپخونه است دیگه، خیلی سخته، کمر شکنه. ما خلاصه نفهمیدیم تو کی کار چاپخونه رو یاد گرفتی؟ وا بچم از کوچیکیش همه این کارا رو بلد بود. آها. سلام. سلام مهری خانم، زحمت کشیدی. قابل نداره، یه خود پلو ماهیه. ماهی؟ همسایه‌مون از چالوس واسمون آورده. دیگه چیزی لازم نداری؟ نه فقط من بلد نیستم ماهی بخورم. یکی دستم، یکی هم تیغش تو گلوم گیر میکنه، عادت ندارم. خب من تیغشو واسه‌تون در میارم. شما واسه چی مجبورین قایم شین؟ بدشانسی. من بچگیم بدشانس بودم مهری خانم. میخواستم به دنیا بیام که قابلم دستمو شکست تا ننم زنده بمونه. 3 ساله بودم که رفتم زیر ماشین، مخم تکون خورد. 5 سالگی افتادم تو آب انبار، هیچی نمونده بود کلکم کندش. 12 ساله بودم که یه پنجزری عجیب بابام کش رفتم و گوشتم تو دهنم که یهو لیز خورد رفت تو جلوم. داشت قفهم میکرد. اون وقت سهرا خانم همسایه‌مون تا اینجای انگشتش کرد تو حلقم، جای اینکه بکشه بیرون فرستادش پایین. 3 روز بعد خواستم پنجزری رو رد کنم که طاق مسترا خراب شد روم و کمرمو شکست. 15 ساله بودم که عاشق دختر سهرا خانم شدم. 1 سال بعدش پسر همون سهرا خانم با چاقو زد روده‌هامو 15 سانت کوتاه کرد. 17 سالگی بابام مرد. 23 سالگی ننمم سقط شد. حالام که الکی یه قطر افتاده گردنم و آخرمونم حتما بالای چوبه در تو میدون توپخونه است. یعنی شما قاتلی؟ من دل مورچه کشتنم ندارم، چه برسه به آدمی زاد. میگم که مهری خانم بدشانسی ما پیشینمون سیاست. ایشالله آقا داوود میتونه واسه‌تون یه کاری بکنه. اون معلومه شما رو خیلی دوست داره. نوکرشم. اگه اون نبود که دیگه فات. سلام. سلام. برو پایین مهری، آقام سراغتو میگیره. شما شام خوردین؟ میام پایین میخورم. کجا بودی صبح تا حالا؟ چه خبر؟ همه خبرها خوشه، شهر امن و امونه. همین فردا پس فردام ترتیب فرارتو میدم بری اونجا که دست خودم بهت نرسه. فعلا که شهر به این بزرگی واسه ما شده قفس.
یه مار تو این خونه است. به پنیشت نزنم. شما پس آقای شفیع. بله، امری بود. شما پدر داوودی؟ بله آقا، ولی الان 10 ساله که دیگه هیچ چیش به من مربوط نیست. حتی اسمشم تو شناسنامه‌ام خط زدم. بفرمایید ببینید آقا. نمیخواد آقای شفیع. من فقط میخواستم یه مطلبی رو بهتون بگم. بله بفرمایید. اون یه رفیقی داره که اسمش اصغره. اون آدم کشته، داداش منم. شنیدم چند شب داوود خونه شما میخوابه. میخواستم بدونم شما چیزی راجع به این موضوع شنیدین؟ راجع به اصغر؟ هیچی به خدا. اگه چیزی هم شنیده باشم من خودم اهل قانونم آقا، کارمند دولتم. شما مطمئن باشین که اگه چیزی بفهمم اول از همه خودم پلیس خبر میکنم. میخوام اول منو خبر کنی. نمیخوام بگم باید. ولی اگه زن بچه‌تو دوست داشته باشی هر خبری شد اول تلفن میکنی اینجا و واسه من پیغام میذاری. اسم من حسینه، حسین داشمزه. ایشالا دیر بشه دور نمیشه. خدا از زبونت بشنوه. خداحافظ. خدا کنه شلوغ نباشه. سه‌شنبه ها خلوته. به بچه ها گفتی سر دیگ نره؟ میخواستی در آشپزخونه رو ببندی. آبجوی من خیلی شیطون. عشقت داره میاد. وای خدای من. چی؟ سلام. سلام. سلام به دخترای چنبل منبل. اغار بخیر. کجا؟ میریم همون. همون چی کار؟ بلو پوست کنده که دیگه شستن نمیخواد. مری چه خبر؟ خبری نیست، سلامتی. خیلی خوب، پس منم باهاتون میام همون. شما منو بشونین، منم مشت و مالتون میدم. چطوره؟ بفرمایید. مهری که از خداش. اقدر. خب بابا خجالت نکش. فقط اقدس و مشت و مال میدم. من اینه اقدس خانوم. وا مگه من میذارم؟ اوه چه جورم میذاری. خب بریم تا بگم چه جوری. اول ستایی میریم سر بینه، همومو قرق میکنیم، دونه دونه لخ میشیم. 2 تا لوی میگیریم، ستایی میبند. بیا بالا. بیا دیگه. نه تالیکه. من میترسم. نترس. بیا من هستم. از چی میترسی؟ من که تو رو جای بد نمیبرم. چقدر پله تو دور درازه. الان میرسی. بیا ببین چه جای خوبیه. اون دفعه که آمپول بهت زدم گفتی خوبه ها؟ اقبس میزنه. اون گفته آمپول بازی بده. بخواستی بهش نگی که آمپول زدی. من میترسم. حالا این دفعه خوبه. حالا پشتتو بکن به من. اول الکل بمالم. تو خدا یواش بزن یا من دردم میاد. تا حالا آمپول لازوزکی نزدم. یه حق کن بس ما چک کنم.
من که مادرت فقط چه کاری باید بچهت باش من کنی به من دوز نیستم یادا بیداد بکن بچه من رفیق داشت کنم بی خود بیداد بکن من کار یادم همه رزا چه؟ داداش اونها اون توی اون دوست نیست اون رفیق منه این قدم داد نزن میام الان میگم تو انباری چیکار میکردی؟ اومده بود اونجا چیکار؟ من چه میدونم دکتر بازی با بچه همسایه دروغ میگه آب عیبی نداره منتها به هیچ کی نمیگی رفیق من اون بالاست اگه بگی منم دکتر بازی تو با دختر همسایه با آقا جون میگم باشه حتما؟ حتما حالا داشمی بیا داشم همیشه روز 5 بهت میدم که بری واسه خودت بستنی بخری خب؟ خیلی خوب برو ننه دار الان میام ننه این پاچاتو بیجی برو بالا منم الان میام پیش چیه این؟ عرق و آبجو پول رفتنت هم جور کردم امشب قرار علی زاغه و باقر پر رو داشیشو بزنم 3000 تومن پول بگیرم کافر رحیمی رو ریختم به هم تنهایی؟ اینجوری یکی دو روز دیگه تو اون ور دنیایی اونا خیلی نامردن داوود بله. دقیقا یکی دوتا رو با خودت ببر الان اومدم خیالت از بابت اونا راحت باشه حالا تا کسی نهیدته بالا منم یه سری به ننم میزنم و میام پیشه راستی مری که رفته همون میدونم آره اصری که ناصر کتابش آورد نمیدونی شوره چه حالی داشت تو خلاصه یه تیکه کاغذ روش نوشته بود I love you آی چی باز تو فکر داوودی؟ اون سرش خیلی جاها گرمه اصلا من شرمم میشه اون هر وقت به من نگاه میکنه نگاهش مثل یه برادره اون وقت من خواب میبینم عروس اون شدم خدایا منو ببخش چرا اینا نیومدن بزنیمشون؟ میام پیداشون بشه جون تو پول هیچی ثواب زدن اینا از روزه یه مارمزین بیشتره خیلی نامرده همینا بودن که حجت چاپول بیچاره رو از هستی ساقط کرده سب کن اونا بیان باش بابا زنده باشی قربون تو چشمات ببندی بابا از سری که گذشتی خدا از سری گذشتی تاش در اومد تمام شد این مشروبات الکلی همینش بده با آدمو زارا میکنه علال خصوص آبجو شوی را کنم و مقصد برسم
نه من نمیخوام. مهری چیه محمد رضا؟ یه چیزی بهت میگم، به داوود نگی یا؟ نه چی میخوای بگی؟ بگو جون من نمیگی؟ نه نمیگم. چیه؟ یه مرد تو انباری بالاست، امروز من خودم دیدمش. به کسی هم گفتی؟ به جون آقای جون نه. خیلی خوب برو بخواب برو. از قدیم گفتن دست بالای دست بسیاره. باجخوری بد نیست، منتها از مستحقش. این نامردا کافر و مسلمان سرشون نمیشه، دارا و ندارا تلکه میکردن. اینم تقاصه. شنیدم بعد توی اینا کارشون کردی. اونقدر که تا یکی دو ماه دیگه باید مرتب سرخوش خوبه، خیلی خوبه. پس نوش جونت. قربون دسته. چرا تو به ذاتت بیاد اصغر؟ چرا این چه حماقتی بود؟ چرا این حماقت رو کردم؟ حالا باید چی کار کرد؟
خدایا به مرگم راضیم. این دیگه چه کاری بود کردم؟ مهری من مست بودم. من داوود بفهمه؟ نه داوود نه، اون نفهمه. هر کی میفهمه اون نفهمه. من به مرگم راضیم، ولی اون تو این دنیا فقط به من اعتماد کرده. اون نفهمه، دیوونه میشه، داغون میشه، میمیره. نه مری، نه مری، به خاطر خدا مری، به خاطر خدا اون نفهمه. بیداری مری؟ سلام، سنبر آتیش کردم، دیگه خوابم نبرد. داوود دیشب نیومد؟ نه انگار. آخه چیه محمد رضا؟ سلام آقا جون. سلام. صبح به این زودی اینجا چرا نشستی پسرم؟ صبح به این زودی؟ اگه دروغ بگم میرم تو جهنم آقا جون. معلومه، دروغگو دشمن خداست. چیه؟ چرا منمن میکنی؟ یه دوست اون بالاست آقا جون، تو انباریه، دوست داووده. اون یه رفیقیه که اسمش اسقره، اون یه آدم کشته، داشت منو. تو انباری؟ تو خونه من قاتل آدم کش. شما را گم شو، باشو برو بیرون. تو به چه جرأتی اومدی تو خونه من منو بدنام کنی؟ زنده تو منو کسیف نکنم. لعنتی برو گم شو، گم شو. رجا آدم کش. آبروی چندین و چند ساله این منو کاری بکنم. آقا شخص اون نمیدونستم. خواهش میکنم شما یه دقیقه آروم بگیرید. جناب آقای شفیع بابا اینم کن بی غیرت. دلم میخواد با همین داستان گرم. آقا تو چی کار میکنی؟
تویی؟ برو بالا تا کسی نیومده ببینتت. نمیخواد پاشو برو بالا. پاشو برو بالا اصغر. آقا جون خیالت راحت باشه، فوقش تا فردا بیشتر نمیذارم اینجا باشه. یه طوری هم از اینجا میبرمش که آب از آب تکون نخوره تا شما دیگه اینقدر زجر نکشی. خب بگو ببینم ساعت 10. اون روی منو بالا نیار محمود. دیروز 3 ساعت تو قهوه خونه زبی کچل با آقا داوود دل و قلبه رد و بدل میکردی. امروز هم از صبح با تو بوده. من میدونم یه خبری هست. اگه نگی و خودم خبر داشتم اون وقت از مردی میندازمت. بیا الله حرف بزن. میخواد در بره اون بر مرز تو افغان. منم دارم براش پا جور میکنم. همین الانم فرستادمش بره گاراژ جدالله. واسه همین کارم تا 1 ساعت دیگه هم برمیگرده تو لاله‌زار منو ببینه. اون حتما میخواد اصغر رو فراری بده، شک ندارم. اون هنوزم شبا میره خونه آقاشینا؟ آره انگار. چیه؟ میخوام باز حرف بزنم. بگو. اینجوری نمیشه. یه سوال شو. نترس تنها. بچه دوزی زیاد شده. مامان جونم گفته سوار ماشین غریبه ها نشن. ولی خب حالا که اصرار داری سوار میشه. حقم داری لغاز بخونی. میتونی. چی میخواد بگه حسین؟ من میدونم اصغر تو خونه آقاتونه. خب پس چرا نمیری خبر بدی؟ گفتم با خودت حرف بزنم. دلم نمیخواد آبروریزی بشه. چون اگه من الان پیاده بشم و کلانتر یه محلتون رو با تلفن خبر کنم، قبل از اون که تو بخوای اصغر رو فراری بدی پلیس گرفتتش. اینجوری همتون تو حتفلی. باباتم بعد از یه عمر آبرو داری باز بره گوشه خلفتونی. ولی اگه همینجوری این بچه آدم بریم و تحویلش بدیم من، قال همه قضایا بی سر و صدا کنده میشه. رفاقتمونم سر جاشه. اینا همش خیالاته. من نمیدونم اون کجاست. خیلی خب پس پیاده شو. ما هم از این کیوسک که تلفن یه زنگی به کلانتری محلتون میکنیم. زنگ مفت و گنجیشمون. شایدم گره. تو بردی. بریم در خونه ما.
شده؟ چی شده؟ به تلفن عمومی منو برسونید. من هیچی به داوود نمیگم، ولی راستی تو میتونی یه روز برگردی؟ اصغر! 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 نمیدونم اصغر! کجا؟ اصغر باز فرار کنیم، تو نفس داری باید بذاری جالا. اگه کسی اینجا سراغ ما رو گرفت میگین هیچ خبر نداره. الاپاس نباش، من برمیگردم. پلیس داره میاد، باید از پشت اون فرار کنیم. ببینم چیت گفتم. ببخشید آقای شفی؟ آقای شفی لطفاً با ما بیایید. کجا؟ کجا بیام؟ اداره پلیس. ناراحت نشید، زیاد وقتتون رو نمیگیریم. آخه چرا مگه چیکار کردم؟ چیزی نیست، فقط چند تا سوال میخوایم ازتون بکنیم. نه من نمیام، همینجا بگید، هر حرفی دارید همینجا بزنید. من کاری نکردم. آخه من کار خلافی نکردم. جون بچه ها جون نه آبرو میره. من چند سال با آبرو زندگی کردم. تو خدا من نبرد، من گناهی نکردم. تو خدا من تحصیل ندارم آقای. یالا بچه ما چون بکن 14 ردیفه دیگه باید بذارین رو هم. خسته نباشی. سلام هستم موش. سلام آقا داوود. چطوری موشون؟ نوکرتم. این برا چه خبر؟ باز نقش پخشایی داری؟ میخواستم یه امشب تا فردا عصر اینجا مهمون تو باشم. و اصغر؟ آره. چی بگم والا، من تازه دارم سر سامون میگیرم آقا داوود. زنم هم تازه زایده، دلم نمیخواد برم گوشه اون رفتونی. ای بابا خیالت راحت باشه حسن، فقط تا فردا. اون وقت یه عمر مدیونتم. باشه نوکرتم، من میرم اصغر رو بیارم. نمیدونم والا. محمد رضا برو ببین کیه در میزنه. آقا جونه. سلام آقا جون. سلام رضا. چی شده آقا جون؟ چی بگم، خدا باعث و بانیشو ذلیل کنه. چیزی نیست، گریه نکن، گریه نکن.
سلام. سلام. اونا به قید ضمانت آزادم کرده. تو حالا اینقدر مست کردی که هیچی حالیت نباشه و نفهمی چی کار میکنی؟ آره، یکی دو دفعه. یه دفعه یادم شب تو تهران نشستم پا میز عرق. صبح یه سپور تو یکی از پیاده روهای عراق از خواب بیدارم کرد. جون از پارها نفهمیدم چجوری اون همه راه رفتم که حالیم نشد. اگه تو اون وضع که هیچی حالیت نبود یکی اون میکشتی یا یه دختر نجیب و بی‌سیرت میکردی چی؟ هیچی. هرچی خورده بودم از دماغم میومد بیرون. خیلی زور داره. این آش نخورده و دهن سوخته است. چی حالا؟ میخوای بری دلواپس منی؟ نه، همینجوری. تو خیال تحت رفیق. تو که رفتی و خیالم راحت شد میخوام آقا بشم. دو تا چهار تاست. آقا داوود میخواد مرد خونه بشه. چطوره؟ یعنی میخوای زن بگیری؟ آمدینه گفتی و کردی کباب. تو بمیری 8 ماه خاطر خوشم. یعنی 8 ماهی که فهمیدم خاطر خوشم. همش جلوی چشمه. فکر و خیالش یه دقیقه ول کنم نیست. کیه داوود؟ کیه؟ من میشناسمش؟ آره میشناسیش. مهری خانم، باج سر همه دخترها، نور چشم و قوت زانوی داوود. خیلی میخوامش از خر. جون تو دیوونشم. به آقامم گفتم لا کتاب گفته تا کارمند دولت نشم بهم نمیدتش. ولی جون تو دنیا رو با آتیش میکشم دست یه مرد دیگه به دستش بخوره. مهری دخترمونه، منم پسرموشم. عقد ما رو تو آسمونا بستن. غیر از اینه؟ خب چرا من میکنی؟ بگو به پای هم پیر شین. به پای هم پیر شید. نوکرتم. ایشالا تو هم به مرادت برسی. حالا دیگه بخوابیم که صبح زود باید برم خونه و یه سرگوشی آب بدم ببینم ما اومدیم چه خبر شده. بالاخره باید یه کاری کرد آقای شفیع. شده رفتی تو زمین. ای بابا میگم که آقای شفیع شاید رفته باشه خونه فک و فامیلتون. آره بابا جون، به کلانتری هم ابتدا داریم. رفتیم کلانتری محل گفت من مشغولم که از پیدا عجیب. من نمیدونم چه کار. خدا خودش بزرگه. چطوره به کلانتری خبر بدیم؟ بیا. سلام آقا داوود. سلام. بگو ببینم چه خبر شده. والا چی بگم؟ مادرم طوری شده. نه جون مهری راستشو بگو. نه به خدا مادرتون هیچ نیست. پس چی؟ آخه چطوری بگم؟ مهری اون مهری چی؟ چه بلایی سرش اومده؟ چیزش نشده آقا داوود. اون فرار کرده. فرار
فرار کرده. یعنی چی؟ کجا فرار کرده؟ من نمیدونم. میدونی؟ تو خوب میدونی. به من بگو اقدس. اینجوری من دق میکنم. بگو شاید من بتونم یه کاری بکنم. والا اون رفته دنبال اصغر. همون دوست شما که اینجا قایمش کرده بودی. دنبال اصغر چرا؟ اون با اصغر چی کار داشت؟ مجبور بود آخ داوود. اگه نمیرفت رسوایی بدتر از این بالا می اومد. آخه اون دوتا یه شب کارشون از کار گذشت. همون شبی که فرداش پلیس اومد اینجا، مهری میگفت اصغر خیلی مست بوده. میگفت خود شما براش مشروب آورده بود. یعنی اصغر رفیق من. کجا میرفتی؟ داوود کو؟ خونه شما. منم میرفتم کلانتری خودم رو معرفی کنم. نه میخوام بگم عمدن محمد کشتم تا اعدامم کنن و همه راحت شی. پس من چی؟ تکلیف من چی میشه؟ خیال میکنی من کیم مری؟ من تکلیف خودم هم نمیدونم. من یه فراریم، یه فراری که همه تهرون دنبالشم. من فقط یه رفیق داشتم، یه داوود، که در حق اونم نامردی کرد. تو نباید اینجوری خودتو. نوکرتم مری، بذار یه رو بکنم. من هر جا پا بذارم مصیبت بار میارم. بذار بکشنم همه راحت میشیم. نذار دیگه چشم به چش داوود بیفته مری. اگه قراره تو رو بکشم منم خودم رو میکشم. یعنی مجبورم بکشم. منم دیگه مثل تو فراریم. اگه من 3-4 ماه دیگه تو اون خونه میموندم همه موضوع میفهمیدم. اون وقت یا عموم و داوود منو میکشتن یا حرف مردم. تو باید منو عقد کنی اصغر، یا اگه میخوای خودتو بکشی باید بدی اول منو بکشم. نمیشه مری، نمیشه من تو رو عقد کنم. میشه اگه تو بخوای میشه. میخوام مری ولی نمیتونم. چرا نمیتونی؟ واسه این که داوود عاشق توه. واسه این که 8 ماه اون داره به خیال تو زندگی میکنه. 8 ماه به فکر اینه که آدم حسابی بشه و بتونه تو رو عروس خونش بکنه. حالا من چجوری میتونم مری؟ چجوری میتونم؟
منو با شما نبینن بهتره حسین آقا جون. دلم نمیخواد کسی بفهمه من اصغر لو دادم. نامردیه. باشه ایرادی نداره. حسین اون در رفته، نرو اون تو. چیه؟ انگار تورم زخمی کرده. آتیشم زده. کاش زخمش داغ برادر بود. اون خود منو کشته. من پی تقاص خونی خودمم. اینجور که معلومه تو خونه جفتمون زهر یه عقرب داره میدوه. مرد کشتنش هستی؟ خونشو میریزم تا جلوی چشام عین مرغ سرکنده پر نزنه. راحت نمیشینم. میدونی کجاست؟ یعنی میشه معجزه بشه یا امامزاده؟ یعنی میشه همه چی مثل اولش بشه؟ من که داوودو میخواستم، داوودم که منو میخواست. پس چرا اینطوری شد؟ چرا باید اول جوانیم زابه را بشم با یه مرد دیگه ای که اونم پیشونیش از من سیاتره آواره دیار قربت بشم؟ خودت یه کاری بکنه ای خدا. من شهرم رو دوست دارم، محلم رو دوست دارم. کجا بذارم فرار کنم؟ یا امامزاده همه میگن شماها معجزه میکنی. من مستحقم. من دیگه هیچ کس رو ندارم. دستم رو بگیر یا امامزاده حسن، کمکم کن. اگه میخوای بریم الان دیگه وقتشه. کامیون نزدیکای زور را میفته. تو یه دقیقه واسطه من برم سراغ یدالله. الان میام. خیلی خوب. شما دیگه پاک شورش در آوردین. یه چرخ پیاده کردن و سوار کردن که اینقدر معرکه گرفتن. چه؟ سام من اصغرم. یا علی سوار کارتون شین. سام دوست آقا داوود؟ بله. شما دم در منتظر باشین که 10 دقیقه دیگه راه میفتید. من زنم با خودم آوردم. ایراتی داره؟ واسه من نه. ممکنه اونجا به اشکال بر بخوریم. خیلی ممنون. اونجا خودمون درستش میکنیم. اونش با خودم. من یه چند کلم افغانی بلدم. فرار کن
توی سر و گوشی آب میدی، من یه سر اینجا میزنم برمیگردم. یالا اصغر تو ندیدنت فرار کن. من وای نیستم. مرگ خودش برو. قصدم نده. خودشو به دستت کفن کردی، فرار کن. فرار کنم برای دنیا برمیگردم. چرا؟ آخه چرا؟ تو چرا؟ کن. خوب ذات نانجیبتون نشونم دادی. هم تو همون اصغر نامرد که برام دون داوود و رفاقت بود. هیچ تقصیری نداره داوود. بذار برات بگم چی شده. اون شب اینقدر اون مست بود که حتی منو نشناخت. قیامت خودت هر چی. آره بزن. تو میتونی منو بزنی. میتونی حتی منو بکشی. میتونی بری دست و پای اصغرم بگیری تا اون رفیق گردن کلفتت بشینه رو سینه‌شو عین گوسفند گوشت آگو سرشو ببره. اون وقت تو محل همه میشینن و میگن جونم به اون غیرت حقا شیر پاک خورده ای. میدونی چرا؟ چون هیچ کس هیچی رو نمیدونن اصغر اون شب اینقدر مست بوده که حتی نتونسته منو بشناسه. نمیدونن تا حالا 100 دفعه خواسته خودشو معرفی کنه تا اعدامش کنن واسه اینکه چشش به چشتون نیفته. کی میدونه؟ هیچکی. بعد گوش کی اینا رو میشنوه؟ هیچکی. آره برو غیرتتو نشون بده. برو بکشش. ولی داوود من، اون داوودی که فکر و خیالش چند سال خواب و آروم منه، اینقدر سنگدل و بیرحم نیست که رفیق عزیز جونجونیشو به خاطر گناه مستی پای مرگ بفرسته و عین شن وایس نگاه کنه تا خونشو بریزد. داوود من خیلی مردتر از این حرفاست. داوود من اگه منو نبخشه، اگه منو لایقه زندگی با خودش ندونه حدشه، ولی اون نمیتونه وایسه با جون دادن رفیقشو تماشا کنه. پاشو نامرد. روز قیامته، روز محشره، روز تقاسه. دیگه میخوام راحتت کنم مثل سگ. بیا هنوز زنده است. بیا جون دادنشو تماشا کن. نه حسین، یه بدلی که خالی شد دیگه بسپارش به من. چیه؟
او زدی؟ نه مجبونم من تا خرخرش نگیرم تو دستم راه اسقر منو نگاه کن. نه داوود، روم نمیشه، نمیتونم تو چشت نگاه کنم. بخشی نشو پسر، من رفیقتم. آره ولی من نه، تو نمیتونی منو ببخشی. دشمنشو میبخشه اسقر، ما که رفیقیم. نگاه کن پسر، تو چشام نگاه کن، ببین غیر رفاقت هیچی توش نیست. Chocolate.